هم امیران، هم سوداگران، هم دارندگان، هم فیلسوفان، هم ادیبان و میماند الله. الملک صاحب تمام دولت‌های بزرگترین و ترقی کرده دنیا میباشد. الملک صاحب قواهای حربی است که با حرکتشان زمین را به جنبش می‌آورند. تمام مالکیت از الله است. تمام قرارها در دست الله است. اداره کنی در دست الله است و تمام آفرینش قرار دارند در زمین الله پر اقتدار. از کی میترسی؟ خفقات النور تجلى وشموس السعد أطلت. الله بزرگ و حاکم است الملک و نیست هیچ مالک غیر الله. همه در اختیار اوست و او در اختیار کسی نیست و تمام حاکمیت از الله پر اقتدار است. او شاه همه شاهان است. او همه دیگر شاهان را با شاهگریشان در روی زمین جایگیر کرده است و خود او آنها را صاحبی میکند در روی زمین. مالکیت از الله است. او صاحب آن چیزی است که تو صاحبی میکنی و صاحب آن چیزی است که تو صاحبی نمیکنی. تمام حاکمیت از الله است. حاکمیت تو ساخته قلبکی و موقتی است، لیک حاکمیت الله حقیقی، دائمی و ابدی است. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ما هیچ حاکمیت را پیدا کرده نمیتوانیم که الله به حاکم عطا کرده باشد و این حاکمیت تعلق نداشته باشد به الله یکتا و یگانه. او یگانه توانا است که همه به او تابع و او تابع کسی نیست. او یگانه پر اقتدار است که وقتی بخواهد که کاری را انجام دادنی شود او آفریدگانش را به آن کار مجبور میسازد. او یگانه قاضی است که حسابات میپرسد ولی کسی از او حسابات نمیپرسد. فرمانروای روز جزا است. الله یگانه، الله تبارک و تعالی تمام قرآن را عاید بزرگی و ستایش خود فرود آورده است. والله درک نکرد قرآن را. آن کسی فکر کرد که قرآن این تنها مجموعه قانون هاست. حتی آیت هایی که عاید قانون ها گفته شده است در آن بزرگی و ستایش الله گفته می شود. تاریخ پیامبران خبر بزرگی الله یکتا و یگانه را بیان می کند. تاریخ شخصان بزرگ خبر آن را می دهد که تمام مالکیت تعلق دارد به الله یکتا و یگانه. الله دارا است و او به کسی نیاز ندارد. بیمار کسی است که او بیمار کرد. سالم کسی است که او سالم کرد. او بیماری را به سالمی تبدیل می دهد و سالمی را به بیماری تبدیل می دهد. کی بیماری را شفا می بخشد؟ کی گمراهان را هدایت می کند؟ کی چیزی عطا می کند به محروم یا به ستمگر؟ کی به پیش می آورد کسی را که بود در آخر؟ کی توانایی عطا می کند بعد تأخیر کردن؟ این را الله یکتا و یگانه بزرگ و توانا می کند. الله صاحب تمام حاکمیت است. ما نماز نمی خوانیم به اجازت او و ما به سجده می رویم تنها بعد آنه که او اجازت می دهد و حتی به مسجد می درویم تنها بعد آنه که الله به ما این را اجازت می دهد. الله اولین و بسرشوی است. پیش از او چیزی نبود. نخواد که ما فکر کنیم که کسی بغیر الله به ما کمک میکند. وقتی که الله از اول تنها بود او آخرین است و بعد او چیزی نمیماند. او از همه باشندگان زمین خلاص می شود و خود یکتا میماند. وفات میکند هم طبیبان، هم مهندسان، هم حاکمان، هم امیران، هم سوداگران، هم دارندگان، هم فیلسوفان، هم ادیبان و میماند الله. ما با کدام آفریده جلب شدیم با سبب که الله با او چیزی را آموزانید، لیکن ما فراموش کردیم کسی که او را آموزانید داننده پنهانی و آشکاراست. الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. الم یعلم بأن الله یرا. تمام دانایی از الله است از اول تا به آخر و همه علمی که آفرینش دارد تنها با اجازت الله عطا شده است. لیکن ما خود پسندی کردیم وقتی الله ما را آموزانید. تکبری کردیم وقتی الله ما را آموزانید. فکر کردیم که این علم خود ماست و یا که این علم دولت‌های اروپایی است و یا علم دیگر دولت‌های بزرگ دنیا است. والله تمام علم و دانایی از الله است. او با بعضی بندگانش فرصت علم آموزی را می‌دهد تا اینکه آنها را بسنجد و در همه حالت همه ما به الله برمیگردیم. الملک صاحب همه یراق‌هایی است که با آن یراق‌ها ما را دشمنان به ترس و لرز می‌درارند. الملک صاحب تمام بمب‌های اتمی است. الملک صاحب تمام بمب‌های موشکی است.
الملک صاحب تمام دولت‌های بزرگترین و ترقی کرده دنیا میباشد. الملک صاحب قواهای حربی است که با حرکتشان زمین را به جنبش می‌آورند. الملک صاحب همان آسمان‌هایی است که از آن آسمان‌ها رعد و برق به وجود می‌آیند. الملک صاحب زمینی است که در آن تنگ‌ها حرکت می‌کنند و اگر او می‌خواست زمین در زیر تنگ‌ها دو تقسیم می‌شد. الملک صاحب کوه‌ها است و اگر او می‌خواست این کوه‌ها با دشمنانش برمی‌خوردند در روی زمین. الملک صاحب تمام بحرها و اقیانوس‌ها است و اگر او می‌خواست این آب‌ها دشمنانش را غرق می‌کردند. الملک صاحب تمام آفرینش است، حتی صاحب آنهایی که انگشتانشان در قلنگ پولمیات است. اگر او می‌خواست انگشتان آنها را کلته می‌کرد. فاضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان. کی کلته کرد انگشتان قریشی را وقتی که آنها خواستند بجنگند بر ضد صحابه های محمد. این الله است که صاحبی میکند جبرائیل را. او روان کرد جبرائیل را تا که کلته کند انگشتان کافران را. تمام مالکیت از الله است، تمام قرارها در دست الله است، اداره کنی در دست الله است و تمام آفرینش قرار دارند در زمین الله پر اقتدار. از کی میترسی؟ از کی هراس داری؟ به فکرت کسی به غیر الله کاری کرده میتواند؟ والله آنها هر کارو بعد اجازت الله میکنند. آنها به پیش میروند تنها بعد اجازت الله، به قفا میگردند تنها بعد اجازت الله. حتی یک وجب زمین را با اجازت الله صاحبی میکنند. با اجازت تو یا الله او صاحبی میکند آنها را. اگر او میخواست زمین در زیر آنها دو تقسیم میشد و از آنها ایزی هم نمیماند، مثل نمکی که در آب نیست میشود. ای آنهایی که مؤمنید، ای آنهایی که یکتا پرستید، توحید نه کتاب‌هایی است که پره از خود میکنید، نه سخن‌هایی است که ثبت میکنید و نه خطبه‌هایی که در منبر میکنید. التوحید فلواحد كن واحدا في واحد اعني طريق الحق والإيمان فلواحد كن واحدا في واحد اعني طريق الحق والإيمان فلواحد كن واحدا في واحد اعني طريق الحق والإيمان. توحید باید برآید از قلب که همه چیز میشود به خواست الله. کمک میکند تنها الله، زیان میرساند تنها الله، توانا میکند تنها الله، مدد میکند تنها الله، دارا میکند تنها الله، نادار میکند تنها الله، به قتل میرساند تنها الله، میکشد تنها الله، چیز میدهد تنها الله، هدایت میکند تنها الله و پیش میآورد تنها الله. آفریده های او این را کرده نمیتوانند، ضعیفند، طبیبان بیمار میشوند، مهندسان باشند خطا میکنند، لیک الله توانا و پر اقتدار آفریدگار کائنات، اداره کننده آسمان ها و زمین، او قدرتش را نشان داد. او آفتاب را به یک راه سر میدهد و آفتاب هیچ وقت در حرکت خود خطا نمیکند. او راه خود را عوض نمیکند. حتی از زمانی که آفریده شده است آسمان ها به امر او نگاه داشته میشوند و آنها هیچ وقت به زمین نمیافتند. او گفت به موسی: او موسی اگر من خواب روم این آسمان ها به زمین میافتند. کی محافظت میکند؟ الحفیظ الحافظ، محافظی که چیزی از او نمیتواند گذرد. الله با توست پس نترس از کسی غیر الله. الله با توست پس قلب تو به سوی دیگری نمیرود غیر الله. یا رسول الله، یا رسول الله. اگر نفری از آنها زیر پایش رو نگاه میکرد او ما رو میدید. گفت: او ابوبکر چی فکر داری آیدی دو نفره که الله سیومین آنهاست؟ چی فکر داری آیدی دو نفره که الله سیومین آنهاست؟ چی فکر دارید آیدی ما وقتی الله با ما است؟ شما چی فکر دارید آیدی ما وقتی الله با ما است؟ او ابوبکر لا تحزن ان الله معنا. این است توحید. توحید غم مخور چون که الله با ماست. قبلا همه را معین کرد با خیرتمندی خود. او خواست کاری را عملی کند و امر خود را بجا آورد و عملی شد عیناً کاری که او میخواست. به فکرت وقتی کافر غلبه کرد مسلمان را و او غالب شد گویا بدانستن الله، یا اینکه گویا فریب کرد الله را، یا اینکه گویا الله را خیانت کرد؟ يخادعون الله وهو خادعهم. او به آنها چیزی عطا کرده آنها را آزمایش میکند و میسنجد. کافر را میسنجد با چیزی خوبه و مؤمن را باشد با آن میسنجد که به فکر او این کار با اجازت الله شد یا اینکه نه. فعال لما يريد. بعد این آیت الله ما را دعوت میکند که ببینیم. الله دعوت میکند که ببینیم احوال پیش از ما زنده بوده ها را. هل اتاك حديث الجنود. الله فعال لما يريد. آیا دانستن میخواهید او محمد و امتانت؟ هل اتاك حديث الجنود. فرعون
وثمود. غالب بودند بله، پرقوت بودند بله، حاکمیت داشتند بله. پس کجایند آنها او محمد و امتانت؟ فعال لما يريد. تو به این قایل شدن میخواهی؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. کنی فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله توانا و بزرگوار با ما میفهماند که آن قوه‌هایی که توانایند حاکمی و اداره میکنند آنها در زمانهای پیش هم موجود بودند. کی توزه کرد، کی گمشان کرد، کی نصف نابودشان کرد، بعد آنه که به آنها توانایی عطا کرد پرقوتشان کرد، حکمرانیشان را بالا کرد و صدای آنها را بلند کرد. الله آنها را گرفت. إن بطش ربك لشديد. ای آنهایی که مؤمنید، توحید حقانی آن است که وقتی در قلب تو کسی وجود ندارد غیر الله الواحد الاحد. اگر مریض شدی مراجعت کن به الله. اگر زوجت گبناگیر است مراجعت کن به الله. اگر فرزندت به تو خیانت کرد مراجعت کن به الله. اگر دردت زیاد شود مراجعت کن به الله. اگر مشکل شود یافتن رزق مراجعت کن به الله. اگر درها بسته شوند گشوده کن با امر الله. اگر دوستت از تو دور شود تو قریب شو به الله. الله کسی است که بحرش خراب میشوند بحرها. الله کسی است که بحرش افتاده میشوند کوهها. الله کسی است که بحرش سرنگون میشود آفتاب. الله کسی است که بحرش میافتند ستاره ها. الله کسی است که بحرش گشوده میشوند آسمان ها. الله کسی است که تمام عالم را اداره میکند از زمانی که آن را آفرید و همه این تنها در یک کف اوست. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. کی دارد این گونه قوت را، کی دارد این گونه قدرت را، کی دارد این گونه فرمان ها که هر زمان اجرا میشوند، رد کرده نمیشوند، بیکار کرده نمیشوند؟ مگر الله پر اقتدار با تو نیست؟ پس از کسی نترس غیر الله. هر زمانی که خواستی موفق و خوشبخت شوی خود را قریب کن با صاحب خوشبختی. کیست صاحب خوشبختی؟ حاضر تعطیل ها و رخصتی ها سر شد و ما دیدیم ایمان آدمان چگونه است. آدمان رو به سوی مجمع های سودا کردند، رو به سوی بازارها، رو به سوی مغازه ها، رو به سوی باغ های دلخوشی، رو به سوی سیاحت، همه در جستجوی خوشبختی. لیک خدای خوشبختی الله است. خدای خرسندی الله است. کسی که همه راحت و آرامی در دست اوست الله است. رو به سوی کسی مکن غیر او. اگر خواهی یگان عملهای دنیایی را انجام دهی پس آن را با امر الله انجام ده. به بازار نرو برای گناه کردن. به الله اطاعت کن در بازار. به الله اطاعت کن هنگام سیاحت. به الله اطاعت کن چون که خوشبختی پیوست است با اطاعتکاری به الله. ابن القیم میگوید تو را الله عبارت از دو چیز آفریده است، از روح و بدن. و راحت بدن این وقت میخوری اون چیزی که میروید در روی زمین و وقتی که میمیری و برمیگردی به زمین و گور کرده میشوی در زمین. ولیکن روح، راحت او در دست الله است. ويسألونك عن الروح فقل الروح من امر ربي. اگر او باشد از امر الله نه اینکه از زمین، پس خوشبختی او در دست الله است و راحت او در دست الله است و آرامی او در دست الله است. والله خوشبختی و موفقیت پیوست است با اطاعتکاری به الله. خوشبختی در پول مال نیست. چقدر آدمان پولدار به نزد قاری قرآن می آیند تا که به آنها رقیه بخواند از بیماری های روحیشان. چقدر صاحبان وظیفه های بلند خسته شده وظیفهشان را پرتافتند. چقدر آدمان روشن فکر و دانشمندان بودند امروز کدام از آنها اگر یگان خویش و نزدیکش را بیند از درد خود فریاد میزند. او میگریزد از آدمان. او اکنون تنهایی را میپسندد، نمیخواهد با آدمان روبرو شود. و این بعد آنه که او میگفت من دوستان زیاد دارم. خوشبختی با الله است. خوشبختی از الله است. خوشبختی در دست الله است و الله امر کرد به تو تا که آن را تنها از او طلب کنی. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. او آنها را خوشبخت میکند.
ба онҳо ато мекунад оромиро, роҳатро, муваффақиятро, хушбахтиро, ғолибиятро. чунин одам аз таҳи дил механдад, бо қалбаш табассум мекунад ва аз худояш шод мешавад, лекин бо як шарт: имон оварад ва амалҳои солеҳ анҷом диҳад. ва агар ҳангоми таътилот бубине ки умматон хасисона ҷустуҷӯ доранд хушбахтиро дар бозӣ, дар сафарҳо, дар сайёҳат, дар бозорҳо, дар боғҳо, пас бидон ки умматон то ҳол хобанд, ӯ бояд аз хоб бедор шавад ва ин гуна хобрафтагон танҳо баъди марг бедор мешаванд. ту намерасӣ ба Аллоҳ агар амалҳои мувофиқ анҷом надиҳӣ. Аллоҳи бузургу тавоно мегӯяд: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. онҳо меҷанганд. ҷангидан ин фидокорӣ аст ва фидокорӣ ин гузоштани дӯстдошта баҳри дӯстдоштатар аст. бигузор майлу шаҳвататро баҳри офаридгорат фидо бикун, баҳри оне ки қалбат пайваст шавад бо Аллоҳи бузург ва пуриқтидор ва ба ту иваз мекунад. Аллоҳ имонро, нуратро, дилатро ҳидоят мекунад ва ба роҳе мебарад ки дохили ҷаннаташ мебарад. мо ҳатман онҳоро ба роҳҳоямон далолат мекунем. аё эй бандаҳои Аллоҳ, ибодат кунед ба Аллоҳ бо тавҳиди ҳақиқӣ, на ин ки бо тавҳиди китобию истилоҳӣ. бо тавҳиде ки мебарояд аз қалб. муроҷиат кун танҳо ба худоят. агар дар куҷое танҳо нишаста бошӣ, бидон ки худо бо туст. хоҳиш кун чизе танҳо аз Аллоҳ ва агар барои ба ҳадаф расидан сабаберо пеша кунӣ, бидон ки ин ҳамагӣ танҳо сабаб аст ва он ҳеҷ натиҷаеро кафолат намедиҳад. тамоми натиҷаҳо дар дасти Аллоҳи бузург ва пуриқтидор аст ва касе ки дорад чунин имон ва дорад чунин тавҳид, ба ӯ ҳатман фуруд меояд кӯмаки Аллоҳ ва ато мешавад ғолибияти аён. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. таваккал мекунанд ба мисли саҳобаҳо. Аллоҳ барояшон хуш конид баҳрҳоро, барояшон афтонид кӯҳҳоро ва барояшон хомӯш гардонид оташи кофиронро ва қувваи онҳоро аз тамоми қувваҳо боло кард. бо сабаби чунин таваккал 300 нафар мағлуб кард 1000 лашкари то дандон мусаллаҳ бударо. о Аллоҳ, ба мо тавоноӣ ато бикун ба воситаи муҳаббатамон ва ба воситаи итоаткориамон қалбамонро ба сӯи худ равона бикун ва нагузор ки мо ба сӯи қафо баргардем. о Аллоҳ, қалбамонро пур бигардон аз бузургият ва аз муҳаббатат ва аз таваккал ба ту ва аз тавбаҳоямон. о шунавандаи дуо, сабр аз тарафи туст, кӯмак аз тарафи туст, ҳидоят аз тарафи туст, тавоноӣ аз тарафи туст, тақводорӣ аз тарафи туст. пас ба мо ато бикун онҳоро ва моро насупор ба худамон ва ба офаридаҳоят. о шунавандаи дуо, о Аллоҳ, ба дуоҳоямон ҷавоб бигӯ ва салому дуруду баракоти Аллоҳ бод бар пайғамбарамон Муҳаммад.